آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص در اسپو. تمام شاگردان مکتب در اسپو از جمله آنهایی که صنف اول را در دوره متوسطه شروع می کنند می توانند برای آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص درخواست دهند. در آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص تمرکز بالای یک مضمون یا موضوع یک مضمون خاص می باشد. آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص شامل ریاضیات و علوم طبیعی، ورزش، موسیقی و هنر می باشد. یکی از گزینه‌های برنامه درسی مضامین مشخص شامل تحصیل در یک زبان خارجی یا آموزش دو زبانه به زبان فنلاندی و یک زبان خارجی به طور مثال انگلیسی است. آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص در تمامی مکاتب موجود نیست. تدریس شاگردان جدید پذیرفته شده در آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص به طور کامل در مکتبی که ثبت نام و شامل شدند انجام می شود. آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص از صنف اول یا سوم، در بیشتر موارد از صنف هفتم شروع می شود. درخواست برای آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص را می توان به صورت آنلاین یا کاغذی ارسال کرد. دوره درخواست در زمستان می باشد که درخواست شما برای آموزش برنامه درسی مضامین مشخص در خزان شروع می شود. پذیرش در آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص بر اساس امتحان ورودی می باشد. البته همه امتحانات ورودی شامل یک دعوتنامه نیستند. در عوض تاریخ امتحان ورودی در وبسایت شهر اسپو اعلام می شود. در صورت نیاز به همکاری در جریان ارسال درخواست، کارکنان مکتب و مربیان فرهنگی خوشحال هستند تا به شما کمک کنند. این همکاری به چندین زبان امکان پذیر است. معلومات بیشتر در مورد گزینه‌های آموزش با برنامه درسی مضامین مشخص، نحوه درخواست و امتحانات ورودی در وبسایت شهر اسپو موجود می باشد. با امید موفقیت در ثبت نامتان.